درود و 200 درود. امیدوارم که حالتون عالی و آروم باشه. سلام عزیزان، من رویا هستم. به کانال آشپزی خودتون خیلی خوش اومدین. آموزش یا همون طرز تهیه آش رشته داریم. آش رشته نظری، مجلسی. دیدین طرف آش رشته درست میکنه، دونش یه وره، آبش یه وره. میخواین آشتون مثل من دون و آبش یه جا باشه؟ نگاه کنید مثل این. دوست دارین؟ با هم بریم برای آموزش. نخود داریم، لوبیا چیتی داریم، لوبیا سفید، عدس، از هر کدوم 1.5 پیمانه. تمیز شستم، 24 ساعت قبلش گذاشتم بخیسه تا نفخش کامل گرفته بشه. میزان حبوباتم دل بخواهه میتونید کم و زیادش کنید، ولی من میزان استانداردشو گفتم. به صورت جداگونه 1 روز بعد تو قابلمه های جداگونه میذارم میپزه، به جز عدس. کف ایجاد شده شونم میگیرم میذارم کامل بپزه. 3 تا پیاز درشت نیاز داریم. ببینید به این حالت با دنده ریز من رندش کردم. روی حرارت میذارم مقداری روغن برای تفت دادنش. ببینید چقدر خوشگل و خوش رنگ شده کاراملی. وقتی به این مرحله رسید ما 1 قاشق غذاخوری زردچوبه سرخالی یا پر نیست، نصف قاشق غذاخوری هم فلفل سیاه. پودر سیرم اونم 1 قاشق غذاخوری سرخالی، کامل دیدیم پر نبود. فلفل قرمزم بود نوک قاشق غذاخوری. نعنا خشک 1 قاشق غذاخوری. خوب همش رو تفت میدیم. بلافاصله آب جوش، آب داغ اضافه میکنیم تا نصف قابلمه. حالا 1 لیتر 1.5 لیتر آب گرم باشه بهتره ها. حالا توی این مرحله آب سردم اضافه کردین هیچ ایرادی نداره چون حبوباتی داخلش نیست، ولی آب گرم بریزین بهتره. مقداری آب مرغ من 1 لیوان پر از این لیوانه بزرگه اضافه کردم. اختیاریه، میتونید حذفش هم کنید ولی خیلی خوشمزه ترش میکنه. سبزی آشمونم شامل اسفناج، جعفری، گشنیز، شیبید و تره. 700 گرم. کم و زیادش هم دست خودتونه، ولی به نظر من برای این مقدار 700 گرم عالیه. تمیز پاکش کردم، شستم، گذاشتم آبش کشیده شد، بعد اضافه کردم. حالا اضافه میکنم داخل آب آشمون. عدسم که یادتونه دیگه نپخته بودم، فقط خیسونده بودم. توی این مرحله عدسم اضافه میکنم. اجازه میدم یه چند دقیقه 10 الی 15 دقیقه بگذره. 10-15 دقیقه بعد حبوبات پخته شدم که شامل نخود و لوبیا چیتی و لوبیا سفید بود با آبش اضافه کردم به مایه آشم. حتما با آبش اضافه کنید. یه نکته خیلی مهم، من حبوباتمو کامل نپخته بودم، 10-20 دقیقه جا داشت که کامل پخته بشه. این 10-20 دقیقه رو اجازه دادم با سبزی و عدسم همشون همزمان پخته بشن. برگردیم این بر. 2 تا پیاز درشت داشتم، خلالش کردم، سرخش میکنم برای تزیین روی آش رشته. رشته آشی داریم 400 گرمه. من از این 400 گرم 300 گرمش استفاده میکنم. از وسط نصفش میکنم، 2 نصفش میکنم. شما میتونید 3 نصفش بکنید یا مثل من 2 نصفش بکنید.
رشته های نصف شده رو به آش رشته‌مون اضافه میکنیم. دقت کنید آروم آروم رشته ها رو اضافه کنید که رشته ها به هم نچسبن. من فیلمو به حالت تندش زدم که وقت شما گرفته نشه و الا من به آرومی اضافه میکردم. بعد 1 قاشق غذاخوری، حالا به مقدار نیازتون، نمک اضافه میکنید تو این مرحله. نمک من اگه اول اضافه نکردم چون منتظر شدم رشته رو اضافه کنم بعد نمک اضافه کنم، چون خود رشته خب نمک داره. برمیگردم این سمت، برای پیازای تزیینیمون مقداری زردچوبه اضافه میکنم برای خوش رنگ تر شدنش. اون طرف آش رشته یه 10 دقیقه بپزه. پیاز داغامو جمع میکنم چون من به این روغن نیاز دارم. داخل این روغن میخوام نرم داغ درست کنم. ببینید کامل احساس میکنم جمع نشده. من تو این مرحله یه فوت کوزه‌گری، نگاه، 1 قاشق غذاخوری آرد گندم با آب سرد حل کنید، نه آب گرم. 1 الی 2 قاشق غذاخوری هم به میزان آشتون بستگی داره بهش اضافه کنید. نگاه کنید چقدر خوب درجات جمع شد. اکثرا خیلی از عزیزان نمیگن مثلا میخوام بگن که آش ما عالی در اومده، ولی خب من دیگه خودمو دارم لو میدم. واقعیت رو بگم بهتره مدیونتون نشم. وقتی درست میکنی نگی فلانی یه آش اومد اسم خودشو گذاشته آشپز و فلان. بازم میگه ما آشپز نیستیم. زیر اجاق رو خاموش کنید. برگردیم این بر نگاه کنید روغن من داغ بود. خب 1-2 قاشق غذاخوری، حالا بازم بستگی داره به اندازه آشتون که چقدره. من نعنا خشک داشتم اضافه کردم تا 5 ثانیه شمردم، یهو برداشتم از روی اجاق. این 1 تاوه رو گذاشتم با مقداری روغن. 1 دونه پیاز درشت و ریز رنده کردم. 300 گرم گوشت چرخ کرده دارم، گوشت نرمه بود. میخوام برای تزیین روی آشم بذارم. شما میتونید اختیاری میتونید اضافه نکنید این مرحله رو ببخشید. خب به خوبی هم میزنم تا تبخیر بشه خونابش. فلفل سیاه نوک قاشق مربا خوری هم میزنیم خوب. زردچوبه داریم 1 قاشق مربا خوری به خوبی هم بزنید، چون من نمیخوام آب اضافه کنم بگم میخوام آب اضافه کنم بپزه. گوشتم خوب هم میزنم. نوک قاشق مربا خوری هم دارچین. پنج الی 6 برگ آویشن خشک داشتم، کف دستم سابیدم ریختم داخل گوشت چرخی. عطر و طعمشو نگم براتون، فوق العاده میکنه، یعنی انقدر خوشمزه میشه، حتما اضافه کنید. نوک قاشق یا بگم نصف قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی داریم، به خوبی هم میزنیم. نمکم به اندازه نیازتون. دوستان عزیز در آخر یه چیزی هم بگم، اگه مشترک کانال نشدین برای ویدیوهای بعدی من مشترک کانال بشین، زنگوله بغلی رو فشار بدین تا به محض اینکه من ویدیوی جدیدی رو بارگذاری کردم توی کانال زودی متوجه بشین. و اما خیلی خوشحالم میکنید که ویدیوهامو لایک کنید. نظری، انتقادی، پیشنهادی هم دارید توی بخش نظرات برام بنویسید. بریم برای تزیین. برای تزیین دوستان عزیز کشک پاستوریزه دارم. کشک پاستوریزه رو با مقداری زعفران دم کرده حل میکنم برای خوش رنگ تر شدنش. اختیاری شما، میتونید این کارم نکنید. اگه خواستین آش رشته، شعله زرد، شیر برنج، حلیم، حالا از این آشا تو انواع آشا میخواید برای تزیین، اجازه بدین 5-6 دقیقه بگذره روی غذا رویه ببنده بعد تزیین کنید.
و الا اگه روی نبنده به خوبی تزیین نمیشه. از اینکه تا انتهای آموزش با من همراه بودید یه دنیا سپاسگزارتونم. شما رو تا آموزش‌های بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.